دوستان عزیز درود. با گرمترین مطلب‌های بازاری عالم فوتبال بزرگ برنامه ترانسفر در عمل را آغاز میکنیم. با شما چون هر وقت ایمانبک شودبک زاد هستم. بعد هر باخت PSG در بازی‌های لیگ یکم، یکی از نفران عیبدار شونده در ردیف کریستوف گالتیه برای مخلصان تیم پاریژی این البته که مسی است که نه یک بار و دو بار سنگ طعنه و ملامت به جانب خویش از منبرها قبول میکند. چنین مناسبت غیر محبت‌آمیز از جانب مخلصان و همچنین فضای ناسالمی دستوی باز هم سر و صداها اطرافی از پاریژ کوچیدن‌های مسی را زیاد میکند. در همین راستا نشریه اسپانیایی موندو دپورتیو می‌نویسد که مسی در حالت بازگشت به بارسلونا در خط نیم حمایه بازی خواهد کرد. به صفت حمله‌ور در تیم کاتالانی می‌خواهند اوبامیانگ و راکی از اتلتیکو پاراناینسه را دعوت نمایند. چطوری پیشتر نیز خبرها می‌برآمد بر ضمن آوردن مسی نامزدهای اساسی در خط حمله برای بارسلونا پیر امریک اوبامیانگ، نفر که تابستان سال 2022 از بارسلونا به چلسی گزارش نمود، و ویکتور راکی 18 ساله از اتلتیکو پاراناینسی برزیلی میباشند. موندو دپورتیو اطلاع میدهد که هفته قبلی ماتئو آلمانی و یوردی کرویف با پدر ویکتور راکی یکی از اگنت‌هایش گفتگو نیز دایر کردند. اما گزارش حمله‌وری 18 ساله برای بارسلونا کم در کم 40 میلیون یورو ارزش پیدا می کند. جانب بارسا پیشتر هم گفته بود که بیشتر از 50 میلیون یورو بر این برزیلی جوان پرداخت کردن نمی تواند. از یک جانب این را می توان در کمبودی مالیوی اساس نمود، ولی از جانب دیگر از خریداری ناموفق برزیلیان با ارزش بزرگ در ترانسفرهای پیشین مالکان بارسا با قول سخت شتم خوردند. وقتی میگویند فلانی با زیرکی خویش از آب خشک برآمده توانست، آوردن این مقال به طور مثالی فوتبالی بیشتر به PSG و منچستر سیتی راست می آید، زیرا هرچند که میلیون و میلیارد هم به بازار برآورند ولی قاعده مالیوی فیرپلی اویفا و فیفا مقابلشان پیوسته عاجز و ناتوانند. با نزدیک شوی کاری رفزنه تابستانه ترانسفری میتوان گفت که PSG امکان پیدا کرده است تا با اویفا در مورد قاعده مالیوی فیرپلی با انجام موسم فعلی قرارداد درست نماید. ماه آگوست سال گذشته وابسته به ضررهای کلان اقتصادی باشگاهی در 3 سال مالیوی اخیر اویفا به سمت پاریژ سازشنامه عبارت از چاره‌های تدبیری روان کند تا در 3 سال بعدی کمبودی‌ها را برطرف نمایند. این مقصد بیرون شدن از جریمه‌های علاوه‌ای در حجم 55 میلیون یورو میباشد، در حالی که تیم‌های به مثال چلسی بی‌رحمانه زیر تحریمات قرار گرفتند. با جنبست موسم قبلی باشد ضررهای مالیوی پاریژی‌ها 369 میلیون یورو را تشکیل داده بود. از روی معلومات لپاریزین قرارداد میان PSG و اویفا با ضررهای حجمش تا بیشتر از 60 میلیون یورو امکان می‌دهد، به شرطی که در اوزانه ترانسفری نزدیک دسته باز در بازار ضرر نبیند. مطابق پیشگویی‌هایی که باشگاه به اویفا ارسال نموده است، درآمد دستوی با انجام موسم جاری 800 میلیون یوروی رکوردی خواهد بود. همین طریق فروش چیپتاها و درآمدها از صنعت مهمانداری به PSG 132 میلیون یورو فایده می‌آورند. این هم بیشتر از همه در دلخواه تیم‌های اروپایی میباشد. باز 200 میلیون یوروی دیگر در مسیر 3 سال آینده قرارداد تیم‌های لیگ یکم با فوند سرمایه‌گذاری CVC فایده می‌آورد. همچنین PSG نیت دارد که یک قطار بازیگران نالازم از زمره ماورو ایکاردی، یولیان دراکسلر، ریاندو پاردس و جورجینیو وینالدوم را به بازار برآورد. بر ضمن خصوصیت‌های اصلی تمدیدشوی شرطنامه کاری با مباپه نیز تحت طلبات‌های فیرپلی مالیوی قرار دارد. حمله‌ور بهر امضا کنی شرطنامه نو در دوام 3 سال بیشتر از 180 میلیون یورو میگیرد، اما این مبلغ شامل حجت‌های سال 2022 خواهد بود، چیزی که برای باشگاه امکان میدهد در این مسئله صاحب سبکیابی گردد. و خراجات در معاش بازیگران بیش از 90% درآمد مصرف می شود، در حالی که سال 2024 این رقم 80% را تشکیل میداد و سال 2025 باشد تا 70%.
کم می شود. چطور لپارزین قید می کند این به پسژ امکان می دهد تا آزادانه در رفزنه تابستانه ترانسفری چون هر وقت پوشیدن پول و سما را ادامه دهند، زیرا دقیقاً بسیاری از خریداری های پاریژی ها محض معنی بیهوده مصرف کنی پول را دارند. پول بسیاری که تنها عربیان دارند و پولشان هیچ تمامشوی ندارد. بعد بازی اول منسیتی مقابل باواریا ما شاهد آن شدیم که پپ گواردیولا بر زمین مربی به قول مردم زور بودنش باز برای بازیگران زیاد عالمگیر پیریکار هم هست و روشن است که اگر قلب پیریکار خفه شود این عاقبت خوب ندارد. در مورد تقدیر تلخی سانچو بعد از نزد پپ رفتنش همگان چند سال باز مشاهده میکنند. در علاوه این سخن بیاید به تاریخ بازگشت ترانسفری سابق شاگرد گواردیولا با آلمان اندک خفا نگریم. سنه از ستم پپ گواردیولا و رقابت پذیری سخت در من سیتی به باواریا گریخته بود. گواردیولا او را با گیگز مقایسه می نمود ولی اسلوب زیبا برایش تقدیم کرده نتوانست. از 7 سال قبل بازیگر منتخب آلمان به کار با گواردیولا به انگلیا آمده بود ولی با مرور زمان زندگی در منچستر به قول برایش شوم شده بود و او دیگر راه سمت وطن پیش گرفت. باواریا سنه را بر عوض 60 میلیون یورو خریداری نمود، هرچند که میتوانست به پول به دست آورد ولی این حالت هم آلمانی ها را ناراحت نکرد. تابستان سال 2020 باواریا کاری را کرد که هیچ کسی کردن نمیتوانست، یعنی که ستاره سیتی را ربود. از سال 2008 زمانی که در منچستر شیخان فرود آمدند هیچ یگان بازیگر در مقابل خواهش باشگاه از تیم نرفته است، زیرا هیچ کسی دیوانه نشده است تا از پولهای گران دست بکشد. یا سیتی خود از فوتبال باز دست میکشید یا با راضیگی طرفین شرطنامه ها قطع میشدند. لیروی سانه اولین نفری گردید که حتی زور پول شیخان هم بهر حفظ نمودنش نرسید و تعقیب سانه دسته میونخینی هنوز از سال 2019 شروع نموده بود و وقتی عملی کنی این ترانسفر ناراضگی خاصه تیم انگلیسی هم به میان آمده بود درباره چیزی که دیرکتور جنرالی من سیتی فران سریانو در مکتوب خیش علم‌آور گفته بود. کار تا جای رسید که خیانس و مربی آن وقته باواریا کوواش بخشش پرسی هم کرده بودند. بعد آوازه ها سر این ترانسفر در دو روزنه ترانسفری اخیراً جانب ها در 2 هفته به توافق رسیده توانستند. انگلیسی ها از آن شاد بودند که 60 میلیون یورو 49 جمعی 11 میلیون با وجود علاوه پولی ها به دست آوردند. باواریا نیز در نوبت خود از این کار راضی بود، هرچند که میتوانست 1 سال بعد سنه را به پول به دست می آورد. در گزارشی سنه از سیتی به باواریا هرچند که سرد گردیدن مناسبت های گواردیولا و سنه هم سببگار باشند، از جانب دیگر عائله سنه نیز به بازیگر فشار می آورد. سال 2018 کارهای سنه را خویشاوندانش پیش می بردند. راهبران سیتی مادر سنه را چون مشکلات علاوگی نام می بردند. یک مورد دیگر این سبب مالیوی است. در منچستر سیتی سنه 102,000 یورو در 1 هفته می گرفت ولی به قول اتلتیک باواریا 430,000 یورو در 1 هفته وعده کرد. هرچند که سیتی نیز پیشنهاد بلند کنی معاش را پیشنهاد می کرد ولی به هر حال پیشنهاد آلمانی ها افضلیت داشت. همه این عامل‌ها به قرار سنه تاثیرگذار شدند و او به راهبران سیتی خبر داد که بهر گزارش به پول تا آخر موسم و حضور در کرسی‌های احتیاطی خواهد نشست. همین طریق گواردیولا گیگز آلمانی را تحت اسلوب نوین کار فرموده نتوانست و لیروی هم به زودی پیراهن سرخان به بر کرد. هرچند که با بازگشت سنه به ورزشگاه اتحاد همگان از انتقام ستانی ها به پپ می گفتند ولی در نتیجه دل رنجاندن پیریکار کار سنه کار و زار شد. رایس با وجود کمکنی طلبات‌های پولی شرطنامه را با بروسیا تمدید می‌کند. بروسیا دورتموند نیت دارد که سروان دسته مارک رایس را اقلاً به 1 موسم دیگر در هیئتش حفظ می‌کند. رایس راضی شده است که همکاری‌ها را با باشگاه تا تابستان سال 2024 تمدید نماید. اطلاع می‌دهد بیلد. از روی معلوماتی سرچشمه به خاطر امکانیت ماندن در سطح بروسیا رایس به کمکنی چشمرس طلبات‌های معاش راضی شده است. معاشکاری او میتواند
تا 2 برابر کم شود. قرارداد فعلی فوتبالباز 33 ساله آلمانی تا ماه ایون سال 2023 مهلت دارد. در موسم 2022-2023 مارک رایس در 24 بازی‌های بر روسیه در همه مسابقه‌ها با زدن 8 گل و ارسال 7 پرتافت گلی دست یافته است. فوتبالباز آلمانی در صف دورتموندی‌ها در مسیر 11 سال باز این جانب برآمد می‌کند. رایس به صف بروسیای دورتموند تابستان سال 2012 از تیم همنام منخنگلادباخ گزارش نموده بود. در صف زنبورها بازیگر آلمانی 380 بازی گذرانیده 161 گل به ثمر رسانیده است. اینتراخت آماده نیست که کولو موانی را بر عوض 80 میلیون یورو به باواریا فروشد. اینتراخت فرانکفورت آماده نیست که پیشنهاد عاید فروش حمله‌ور راندال کولو موانی به باواریا میونخن را بر عوض 70-80 میلیون یورو قبول نماید. در این باره سکای اسپورت جرمنی خبر می‌دهد رهبریت اینتراخت می‌خواهد بهره بازیگری خویش کماً در کم 100 میلیون یورو جمع علاوه پولی‌ها به دست دارد. اطلاع داده می‌شود که وقتی مربی سابق باواریا یولیان ناگلزمن باشگاه نسبت کولو موانی توجهی فعال نداشته بود، اما با آمدن توماس توخل وضع به پررگی تغییر یافت. جهت مثبت برای اینتراخت آن است که شرطنامه راندال تا سال 2027 مهلت دارد. در موسم جاری کولو موانی در 38 بازی اینتراخت در همه مسابقه‌ها شرکت ورزیده با 19 گل و 14 پرتافت گلی از میدان بیرون شده است. سامانه ترانسفرمارکت حمله‌ور فرانسوی 24 ساله را 65 میلیون یورو نرخ گذاری کرده است. در تیم یورگن کلوپ بدیانی که چقور اندیشه کردند و از سختی مالکان خویش در پول مصرف کنی دیگر باره پی بردند، برعکس نیت‌های خریداری جود بیلینگهم دقت‌ها را به ماونت، گالاخر، گراونبرگ و کایسدو نمودند. از روی معلومات خبررسان فابریسیو رومانو مرسی سعیدی‌ها بر آنند که مصرف کنی بیشتر از 130 میلیون پوند استرلینگ بهر نیم حمایتگر منتخب انگلیا و بروسیای دورتموند خیلی زیاد است، اما با وجود این 2 یا 3 فوتبالباز در خط میان میدانی باید خریداری کرده شوند. چطور تلگراف خبر می‌دهد لیورپول دقت‌ها را به میسن ماونت، کونر گالاخر هر دو از چلسی، مویسس کایسدو از برایتون و رایان گراونبرگ از باواریا میونخن می‌کند. در مورد توجه تیم کلوب نسبت این بازیگران البته رسانه‌های زیادی ورزشی هم نشر کردند و احتمال می‌رود که مالکان خصیص تیم سرخان هرچند که برآوردن پول‌های 3 رقمه را از جیب عادت نکردند، در خریداری بازیگران ارزششان پول 2 رقمه خود را تا جای چکان هم گرفته می‌توانند. باواریا باشد در نوبت خود چوبوکی نموده با نزدیکان ویکتور اوسیمهان به علاقه برآمده است، ولی با وجود این باشگاه آلمانی هرچند که پولی بسیار هم داشته باشد بهره حمله‌ور ناپولی 100 میلیون یورو به ایتالیا فرستاده نمیتواند. با قول سکای اسپورتس هنوز ماه مارس سال روان باواریا با اگنت اوسیمهان در مورد گزارش احتمالی ویکتور به علاقه برآمده بود. به اطلاع ژورنالیست فلریان پلاتنبرگ باشد میونخنی‌ها نمیتوانند 100 میلیون یورو از برای این حمله‌ور از جیب برآورند، زیرا با چنین خریداری گران ارزش در آلمان هیچ عادت نکردند. اقتصادی دارای صفت آلمانی محض به شرافت آن بزرگ است که پول‌های ارزشمند و کاغذهای قیمتناک را هر سو به سما نمی‌پرتایند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.